کدام یار است که به یار زنده باشد کدام یار است. آقای سعادت، شما از خدا خوب بگین، شما چقدر دیر میشه که شما رو به موسیقی آوردین؟ کدام سبکا را موسیقی تهیه کردین، آهنگ تهیه کردین؟ یک آهنگ ما در تلویزیون نگاه خواندیم که در مو برنامه مرا آقای غریب نواز بزرگ کشانده بود. چقدر سرم تو ترشی دیده آدم آزار و عاشق کشی دیده. شما موسیقی را از چند سالگی و از چه زمانی شروع کردین؟ اول ما از سبک فولکلور همون بیشتر مالستانی آغاز کردیم. آقای وکیلی، شما همه شعرهایی که در آهنگ‌های استفاده مونین خودتون میسرایین یا کدام شاعر هسته، شاعر خاص هسته که براتون شعر میته؟ مست نازنین مست و غزل خوان چو آهوی خرامان قدمی مست نازنین. وقتی پس آمدم کیبورد نشانیم بود که از دوباره این پدر آمد که آمد الا فرار پس فرار. کدام هنرمند زن منظور از من بود؟ زن او را نگفتین؟ دل با تو دادیم تو دلها را پریشان کدمی مست نازنین. دل با تو دادیم تو دلها را پریشان کدمی مست نازنین. مست و غزل خوان چو آهوی خرامان کدمی مست نازنین. مست و غزل خوان چو آهوی خرامان کدمی مست نازنین. چشم تو بادام دو ابروی تو چون ماه نو کرده دل ما رو. چشم تو بادام دو ابروی تو چون ماه نو کرده دل ما رو. تا برو بازوی بلورین توریان کدمی مست نازنین. تا برو بازوی بلورین توریان کدمی مست نازنین. دل با تو دادیم دل با تو دادیم تو دلها را پریشان کدمی مست نازنین. مست و غزل خوان چو آهوی خرامان کدمی مست نازنین. رای خدا نیست که دلها را پریشان کنی والا و حیران کنی. رای خدا نیست که دلها را پریشان کنی والا و حیران کنی. دختر ترسا شده و غارت ایمان کدمی مست نازنین. دختر ترسا شده و غارت ایمان کدمی مست نازنین. دل با تو دادیم دل با تو دادیم تو دلها را پریشان کدمی مست نازنین. چیست بگو مطلب از این ناز و اداهای تو جور و جفاهای تو. چیست بگو مطلب از این ناز و اداهای تو جور و جفاهای تو. خانه
نرو ایران و مرا بی سر و سامان کدمی مست نازنین خانه رو ایران و مرا بی سر و سامان کدمی مست نازنین دل با تو دادیم دل با تو دادیم تو دل ها را پریشان کدمی مست نازنین مست و غزل خوان چو آهوی خرامان کدمی مست نازنین مست و غزل خوان چو آهوی خرامان کدمی مست نازنین مست و غزل خوان چو آهوی خرامان کدمی مست نازنین. بسیار عالی. دستشون درد نکنه. صدایشون رسا باد آقای وکیلی. تشکر سلامت. سفر مروم مچقه او دیدیشی مصدقه روی در دیوال تو دیدیشی تمام دخترونی تین آقیل بلای بوری کمی افتوزیدیشی. عزیزان بیننده بندار سلام، امیدواریم حالتان خوب باشه و روزگارتان بهاری باشه و بر سر و زندگیتان خروار خروار اتفاقات خوب بباره. خوش آمدید در برنامه بندار و باز هم مهمان داریم در برنامه بندار و مهمان عزیز ما یک هنرمند هست، هنرمند خوش صدا، خوش سیما و خوش اخلاق، آقای محمد وکیلی. دیگه قبل از اینکه بریم سراغ مهمان میخوایم تشکری بکنم از اسپانسرهای نازنین ما، دایموند بیوتی سالون، کلین کریستال واتر و همچنان ثقافت کالکشن. آقای وکیلی سلام، خوش آمدید در برنامه. تشکر، سلامت باشید. سلام به شما و سلام به بیننده‌های نهایت ارجمندتان. علیکم سلام. انشالله هر جایی کس اینجور صحتمند باشید. دیگه مهمان برنامه بندار در چینل دیدار پرودکشن هستیم. ما و علی جان دیگه در خدمتتان خواد بودیم بعد از اجرای اولی که ما داشتم. انشالله بخیر بعدا یک اجرای دوگانه با علی جان هم خواد داشتیم. دیگه منتظر باشید بخیر که براتون اجرا خواهم کردیم. تشکر از اینکه دعوت از ما پذیرفتین آقای وکیلی. خوش آمدین آقای سعادت در برنامه. سلامت باشین. سلام به شما، سلام به بیننده‌های برنامه بندار. خوشحال هستم که در جمع دوستان قرار دارم. همراه آقای وکیلی صاحب در برنامه هستیم و انشالله آهنگای خوب را خدمت شما تقدیم خواهد کرد. انشالله. آقای وکیلی بندار را باخبر هستین که معمولا سوال مونیم از مهمان ها و سوالایی هست که یگان وقت ممکن که ناراحت کنه، یگان وقت ممکن که موهای نفر رو سیخ کنه. شما موسیقی را از چند سالگی و از چه زمانی شروع کردین؟ موسیقی را ما از سال 2018 و بعد شروع کردیم. دیگه پیش خود کار میکردیم و مدت 3 سال میشه که پیش استاد کار میکنم. استاد داریم در هرات، پیش استاد فاضل کار کردیم. اولین استادتان بوده؟ بله. دیگه همون تو بازم ادامه داره بخیر که ببینیم تا کجا بخیر ما میتونیم پیش بریم. با کدام آله موسیقی راحت هستین؟ از اونا که من نامش دقیقا خبرم نیستم. زیادتر ما روی هارمونیا کار کردیم، همین ساز و همچنان بیشتر از او شاید روی صدا کار کردیم که برای آوازخوانی خواستیم یک خواننده خوب باشیم تا نوازنده. دقیقاً. بعد سبک آهنگایی که میخوانین معمولا کدام سبک است؟ سبک مالستانی، هزارگی نوکه؟ اول ما از سبک فولکلور همون بیشتر مالستانی آغاز کردیم و همونطور رفته رفته رسیدیم حالی به جایی که شوق غزل هم کردیم و غزل بسیار دوست دارم. انشالله بخیر از این به بعد دوست داریم کمتون غزل هم در کنار سبکای مالستانی و همچنان دیگه سبکای هزارگی غزل هم در کنارش بخوانیم. خب بسیار عالی. دیگه کدام مثلا به جز زبان هزارگی دیگه کدام زبانی دری یا اردو کدام زبان دیگه آهنگ خواندین تا حالی؟ اردو نخواندیم اما دری خواندیم. بله دری خواندین. آقای وکیلی شما همه شعرهایی که در آهنگ‌ها استفاده مونین خودتون میسرایین یا کدام شاعر هسته، شاعر خاص هسته که براتون شعر میته یا؟ نه شعر از خودم نیست،
از شاعرای مختلف میگیریم، زیادتر از استاد ناصر نادر و حسن قاسمی. از این 2 نفر از شاعرای هزارگی که هستن از اینا بیشتر میگیریم. در کنارش از عزیزای دیگه هم هست که نعمت دریاب، طاهر سروش و بقیه شاعرای هزارگی که از شعرهایی که خوش آمد ما انتخاب میکنیم و میخونیم. بعد از امی آهنگایی که شما خواندین یا ثبت کردین، کدام آهنگتان برای خودتان بسیار مورد علاقه است؟ مورد علاقه خودم آهنگ آتش غم است که یک آهنگ بسیار آرام است اما شعر هزارگی داره. شعر از استاد راحل رضوی است. بعد کدام آهنگ دوگانه خواندین برای کدام هنرمندی؟ دوگانه نه نخواندیم. تو در محفلا جای مثلا برنامه بندار بوده یا پارتی شب نشینی دور همی بوده مجلسی خواندیم، اون تو رسمی نخواندیم. مد نظر دارین که همراه کدام هنرمند آینده ها دوگانه بخوانید؟ احتمالاً با علی جان خواهد خواندیم. کدام هنرمند زن منظور از محمد؟ زن. او را نگفتین؟ خب مقصد نه. و تو فعلا کسی را ما نپسندیدیم که بخوایم امراش بخوانم. بعد کدام فکر مونین با کدام آهنگشون شما به شهرت رسیدین؟ یعنی کدام آهنگشون زیاد سر زبان مردم شده یا زیاد چه قسم میگن فیمس شده؟ خب آهنگایی که ما قسمی که گفتم زمانی که در ایران بودیم ما تو پیش خود شروع کردیم از سبکای هزارگی مالیستانی مخصوصا بیشتر میخواندیم، چون پدر ما که بود بچهای کاکای ما تو کار میکردن و پیش خودم آماتور میخواندن دیگه. سبکایی که اونا میخواندن بعضیاش واقعا بسیار دلنشین است، اونا رو ما دوست دارم. یک آهنگ ما در تلویزیون نگاه خواندیم که دمو برنامه ما آقای غریب نواز بزرگ کشانده برد دیگه. همونجا یک آهنگ خواندیم، ما فکر نمیکردم اینقدر مورد توجه قرار بگیره، به خاطر که اون وقت ما هم تازه کار بودم و هم آقای غریب نواز در کنارم. دنبوره رو موقع زیاد خوب نبود، یک مقدار ضعیف بودیم دیگه، هم خودم هم غریب نواز. اما آهنگ بسیار گل کرد. شعرهای از استاد حسن قاسمی بود، آهنگ سبک مالستانی بود که شوی تاریک روشو قد غزل نم جگه گردو خیالت را بغل. این آهنگ و همچنان کارهای دیگه که فولکلور ما خواندیم با موبایل حتی ما ثبت میکردیم، بسیار مردم ما تشویق میکرد و همین تشویق ها و چیزا باعث شد که ما بیشتر کار کنیم و بخوایم که ایران را ادامه بدیم. بعد شما گفتین که پدرتان و کاکایتان اینا گفتین نه؟ اینا باز کسایی بودن که شما رو حمایت کردن یا اینا خودشان چون موسیقی کار میکردن باز شما از شوقی که اینا کار مونن شما همراهشون کار هم از شوقی که اونا کار میکرد و هم ما یک مزه خاص در صدای خود میدیدم به همون خاطر و همچنان دوستا رفیقا طرف و طرف زیاد مرا تشویق میکردن به خاطر صدایم دیگه. یکی باعث شد و دیگه ای که وقتی در ایران بودیم اما درد غربت و رنج بی‌وطنی ما پناه آوردیم به موسیقی و موسیقی شد رفیق ما و همینطور بخیر ادامه داده آمد. فکر مونین که همین محبوبیت شما از گفت خدا چون محبوبیت شما که بین مردم بسیار زیاد است، امی به خاطر صدایتان است، به خاطر سبک موسیقیتان است، اخلاق چه چیزی بیشتر شما رو محبوب کرده بین مردم؟ یکو معمولا در سوشیال میدیا و کدام جایی معمولا کامنت آدم بیشتر میگیره در مورد یک چیز توجه شدین؟ خب بله ما زیادتر متوجه شدیم که صدای ما بیشتر تعریف شده و خودم هم پی بردیم متوجه شدیم که خوب است صدایم دیگه. در کنار از او خواستیم که خوب باشیم، باز هم تلاش خود کردیم بخیر. بسیار عالی. آهنگ جوره جان بودک از جمله آهنگایی است که من خودم بسیار دوست دارم، همیشه گوش میدم. در بیرون از مرزها رسیده و از جمله در سوشیال میدیا و در ایران اونجاها بسیار زیاد مردم گوش میدن. دقیقا همیشه رزی از چی کسی بوده و سبک و کمپوزش مال از کی بوده؟ جوره جان شعر از استاد ناصر نادر است
دیگه کمپوزش از کلانکاری های خودم است. دیگه موسیقیش هم پیش ارنجش پیش حامد کابلی کردیم. بسیار عالی. آقای وکیلی نمی آهنگ جوره جان خره یک زمزمه مونیم بلدید ما زمزمه کنیم. صحیح. پیری ناگیر تو شدم یار جوانم نموشی، پیری ناگیر تو شدم یار جوانم نموشی، دزی پاسو چی که هیچ دل نگرانم نموشی، دزی پاسو چی که هیچ دل نگرانم نموشی، جوره جانم نموشی، جوره جانم نموشی، جوره جانم نموشی، دل نگرانم نموشی. بسیار عالی. در این قسمت بریم پرسان کنیم از آقای سعادت چه قسم آشنا شدین؟ فعلا یک جای کار مونین؟ چه قسم دوست هستین؟ یا یک شاگرد شما هسته؟ چیزا کمک بگوین که گوشه ششتن آرام. آقای سعادت یکی از رفیقای بسیار خاصم است، بچه بسیار قندول و دوست داشتنی. دیگه ما با سعادت دفعه اول قسمی که پیشتر گفتم من دیپورت شدم به افغانستان آمدم، نه دفعه دوم بود باشه، به افغانستان آمدم. با علی سعادت از طریق مرتضی و غریب نواز ما آشنا شدیم. همون زمان آمد ایران یک دو تا آهنگ با موبایل ضبط کرده بودم، یکی به نام گولی سرخ بود، یکی چپکاکل مویا فسخی چپکاکل میگردی. اینا هم بسیار مورد توجه دوستا قرار گرفته بود و از همین طریق ما خد غریب نواز آشنا شدیم و اون موقع آقای غریب نواز هم که بود تازه کار بود دیگه. ما هم به کابل آمدیم پیش غریب نواز، باز گفت من تو رو در دکان یک مالستانی میبرم. پیش علی جان رفتیم، وقت موبایل فروشی داشتن دیگه، اونجا با هم آشنا شدیم. اونجا دیدم که در کنارش یک دنبوره هم هست دیگه. شبش علی جان لطف کرد ما رو برد به اتاقش، با هم نشستیم و موسیقی کردیم. از اونجا دیگه ما آشنا شدیم با هم. علی جان یک از جوانای بسیار با استعداد است که صدای بسیار شیرین هم داره ماشاءالله، در بخش دنبوره استعداد بسیار خاص داره و آهنگای نو هم بخیر داره. آقای سعادت شما از خدا خوب بگین، شما چقدر دیر میشه که شما رو به موسیقی آوردین؟ کدام سبکار موسیقی تهیه کردین، آهنگ تهیه کردین و دری از 3 هزارگی فولکلور مالستانی چه قسم؟ من حقیقتش تقریبا بودن شاید که 10-12 سال شب موسیقی هزارگی کار میکنم. فقط هزارگی دیگه سبکای غزلی چیزا نیستن، ولی متاسفانه که هر کسی بالاخره مشکلات خود داره. از ما مشکلات جدی و خانواده ما بود که خیلی جدا مخالف با موسیقی بودن و ما از وقتی که موسیقی را کار کردم پیش کسی هم کار نکردم، وقتش پیش خود کار کردم. خیلی به مدت دیرم یاد گرفتم. یک کسی شاید موسیقی را برای 2 ماه 3 ماه 5 ماه حداقل نوازندگی یاد بگیره، ولی از من تقریبا 5-6 سال طول کشید به خاطر که کسی نبود که برای من راهنمایی کنه موسیقی را. پیش خودم این موتوری کار کردم یاد گرفتم و متاسفانه که خانواده خیلی سرسخت مخالف بود و فعلا تازه یک 2 هفته میشه که اومدم پاکستان کویچه دیگه. 2 تا آهنگی که پارسال جور کرده بودم تو مانده بود، اونا رو در چینل یوتیوب خود ماندم. تازه 2 تا آهنگی که ثبت استودیو شده باشه دارم و غیر از آهنگای هزارگی رو دنبوره لایف زیاد خواندیم، شاید پیش دوستا باشه شنیده باشه، ولی استودیویی 2 تا فقط تازه است. فعلا باز خانواده راضی شدن؟ متاسفانه که خیلی نه، ولی دیگه به نحوی اونا قبول کردن که اینا 1 سال 2 سال 10 سال ممانعت، آخر بالاخره اونا به نحوی قانع شدن. ولی علنی که بگوید تو همین کار ادامه بدیم ما تو رو حمایت کنیم، نه. بعد آقای وکیلی شما از آقای غریب نواز یاد کردین، گفتم که پرسان کنم یکم بیش که من شنیدم که آقای غریب نواز کسایی بودن که مثلا خانوادهش مانع شدن و مقسم خیلی مشکلات رو تیر کردن از طرف.
بعد شما چی وقت دقیقا امروز او آشنا شدین و اونا برای شما کدام راهنمایی بوده در بخش موسیقی؟ راهنما که نه، مگر آشنایی ما از 2018 بوده. 2019 من افغانستان آمدم و غریب نواز ملاقات کردیم، چون در سوشال میدیا فضای مجازی هم همدیگر تعقیب میکردیم، با هم سلام و کلام داشتیم. دیگه وقتی کابل آمدم افغانستان دیگه غریب نواز دیدم. یک سوال دیگه، بسیار سوال شخصی است، نمیفهمم که جواب میدیم یا نمیدیم. در بین دوستای خود در گذشته یا در دوره که کوچکتر بودین یا فعلا در بین دوستای خود با چه لقبی یاد میشین شما؟ زیادتر محمد یاد میشم دیگه، اما محمد یا وکیلی که میگن دیگه، لقب دیگه ندارم. برنامه یک رقم کلا در سوال کلا نمیده پشت پشت سوال شده. یگان از زمزمه از یگان آهنگشون بلده از ما زمزمه کنین، از جمله ما آهنگ امود بایدی که دول خواندم که سفر ما رو میشه قاودیدیشی، یک آهنگ بسیار قشنگ است، آهنگ دلنشین است. اگر ما بلده از ما زمزمه کنین. درست است، مگر با ارمنی کوتاه زمزمه کنم سی؟ سفر مورم میچی قاودی دیشی مسد قیروی داده وال تاودی دیشی مسد قیروی داده وال تاودی دیشی تمامی دخترونی تاینا آمیل بلای بوری کمی افتاوزی دیشی بلای بوری کمی افتاوزی دیشی بلای بوری کمی افتاوزی دیشی. بسیار تشکر، بسیار عالی. تشکر شما. آقای وکیلی، شما یک آهنگ را گروهی اجرا کردین، آهنگ زمانه بود که فکر کنم. بله. همراه یک چند هنرمند دیگه که گروهی اجرا کردین. امی انتخاب آهنگ از چه کسی بوده؟ خب یک برنامه محفلی مجلسی یا بگم کنسرتی نمیتونم بگم، چون یک برنامه زیاد با کیفیت نبود، مگر بازم خوب بود. خب بار اولم بود که در کویتا آمدم، امی دفعه اول که آمدم بعد از 3-4 روز امو پروگرام گرفتن دیگه، اونجا با 4 تای دیگه از عزیزا یا 5 نفر دیگه شرکت داشتیم. یک جای نشستیم که آهنگا رو انتخاب کنیم، هر کی آهنگایی که میخواند انتخاب کرد و آهنگ زمانه و آهنگ سرزمین من پیشنهاد دادم که بخوانیم و گروهی هم بخوانیم، که متاسفانه زیادم جالب اجرا نشد به خاطر که امکانات بسیار ضعیف بود. بعد شما آهنگ کدام هنرمند را بازخوانی کردین تا حالی؟ از استاد سراهنگ خواندیم. تنها از استاد سراهنگ؟ بله. بعد اگر داینده ها بازخوانی بکنین یا که یک چیزی سر یک آهنگ اضافه بکنین، مثلا سبکش تغییر بدین یا شعرش از یک نفر باشه، مثلا تغییرات بیارین سرش، از کدام هنرمند را استفاده خواهد کردین آهنگش؟ خب من اولا که این اجازه رو به خود نمیتونم که سبک طرز یک آهنگ کمپوزیتور ما تغییرات درش بیاریم، اما اگر بازخوانی هم بخوایم بکنم، بعضی از آهنگ‌ها هست که از احمد ظاهر و از احمد ولی اینا رو زیادتر دوست داریم و زیاد هم میشنویم. اگر گاهی بخوایم بازخوانی کنیم از همینا انشالله بازخوانی خود کردیم. آقای وکیلی، هنرمند محبوب از شما یا کسی که بلده شما الگو است از نگاه شخصیت یا صدا یا کدام چیز خاصی، کدام هنرمند است؟ استاد داود سرخوش و استاد احمد ولی. استاد احمد ولی؟ بله. دیگه یگان خاطر جالب بگوین از اینکه طرفدارایتان برایتان نگان اتفاق رخ داده باشه، از اینکه طرفدارایتان نگان کار کرده باشه،
سر رایتان قرار گرفته باشه؟ خب عزیزا لطف دارن، دوستای عزیز، هموطنای نهایت گرامی و دوست داشتنی ما همیشه سر راه ما قرار میگیرن. اما یه خاطره جالب ما از شروع کارم که بگویم نه هنوز ما هیچ در موسیقی رو نآورده بودم. یک روز تو شخصی به نام عظیم خان میگه، عقیل قیام برادرش هست، دوستای دیگه هم هست که قیچک و دنبوره گپا میزنن و در چینل یا یوتیوب هم کارهای از اونا موجود است که مالستانی بسیار اصیل کار میکنن با قیچک و از سورهای بسیار کرچهای بالا میخوانن. اینا آمدن گفتن که با مامایم گفت این خواهرزاده شما بسیار صدای خوب داره، ما میخوایم این رو ببریم امشب بر ما بخونه کتما. بالاخره رفتیم اونجا. شب اونا از کرچ بسیار بالا میگرفتن علی جان، یعنی از ریکب که سبتک تار است، از این سبتک آخری بسیار بالاست، اونجا هر صدا نمیرسه. مخصوصا منی که تازه اولین بار بود میخواستم با آله موسیقی بخونم، اینا خودشان میخواندن میشد. وقتی من میخواستم شروع کنم صدایم گیر میکرد، نمیفهمیم چه رقم. باز اینا در بین خود بچه ها اونجا خنده میکرد، من تو احساس میکردم اینا با من میخنده. پس آن باز متوجه شدم که نه با من نمیخنده. باز از او که من بعد از ایران که رفتم، وقتی کار شروع کردیم، بعد از مدت 1.5 سال یا 2 سال بعدش به یکی از آموزشگاه موسیقی در شهرستان صفاشهر شیراز که آموزشگاه باربود بود، اونجا پیش استاد اسدی شاگرد شدم و وقتی شروع کردیم باز متوجه شدم که ها کرچ و یگپا موجود است و آدم باید هر کس کرچ خود داره و هر کس نمیتونه از بالا یا زیاد پایین بخونه. بعد شما تا او زمان را زمزمه داشتین در امرای سخوت خیگان، وقت چه قسم که شما رو باز میبردن در محفل؟ خب چه قسمی بگویم، من اول اصلا نوحه میخواندیم به او خاطر دیگه وقتی خوردم بودیم میخواندیم زیاد، ما خدا رو شکر مورد استقبال آخوندام قرار میگرفتیم و وقتی که وارد دنیای موسیقی شدیم خوشبختانه هموطنای عزیز ما، دوستا، علاقه‌مندای ما زیادتر ما رو تشویق کردن که بالا بیاییم و باز هم ما به این حمایت ها و تشویق ها ضرورت داریم که انشالله بخیر دوستا از ما دریغ نخواد کرد و ما هم کوشش میکنیم که در خدمت علاقه‌مندا و قوم و موسیقی افغانستان و هزارگی باشیم انشالله. آقای سعادت، باز من از شما پرسان منم یگان خاطره جالب خوب بگوین، مخصوصا که خودتان هم گفتین که بعض مشکلات ها از سمت خانواده شما داشتین، بعد یگان خاطره جالب براتان رخ داده از اینکه آهنگ خواندین، آهنگ اجرا کردین کدام جایی؟ والا ما یک خاطره واقعا خیلی جالب به نظر خودم کسی است که ما تقریبا 7-8 سال پیش کیبورد زمان می نواختم. برای معمولا موسیقی برای محفل‌های عروسی نمی نواختیم. ما در غزنی بودیم. غزنی باز زیادتر برای محفل‌های مثل جشن فراغت، مثل روز مادر، روز معلم اینا برنامه اجرا می‌کردیم. یک برنامه ما داشتیم در کورس، فرداش قرار برنامه شود، باز رفتیم اونجا تمرین کردیم، کل چیز خلاص کردیم، مثل چی آورده شود. وقتی پس آمدم کیبورد نشانیم بود که از رو برای پدر آمد که آمد الا فرار پس برو او هم مرا دید. باز هم شبش در خانه رفتیم، گفت یا که موسیقی لیدا کو یا که ما را خانواده ما را خیلی جدی. فردایش هم برنامه هم نشد. من کیبورد خود قصدن خراب کردم که پیش از این کورس والا من دروغگویی نشوم. برای کورس والا گفتم که کیبورد خراب شده، در حالی که من قصدن خودم خراب کردم. از خاطر که پدرم خیلی جدی گفت که اگر این موسیقی لیدا نکنی ما را لیدا. دیگه ای تبدیل به خاطره شد دیگه. خاطره تلخ هستن ولی تبدیل به خاطره شد. خب عزیزا کم کم برنامه را ختم کردیم. بسیار سوالات داشتیم و بسیار سوالات مانده، مگمی که برنامه خسته کن میشه. در آخر باز هم تشکر میکنم از اسپانسرهای نازنین ما، دایمند بیوتی سالون، کلین کریستال واتر و همچنان ثقافت کالکشن. و در این قسمت میخواییم که برنامه را ختم بکنیم. در آخر آقای وکیلی
گفته های شما، گفته های آخرتان یا کدام پیام باشه برای کسایی که میخواین که تازه به موسیقی رو بیارن؟ خب گفتنی خاص ندارم مگم پیامم به اوی ده عزیزایی که دوست دارن به دنیای هنر موسیقی رو بیارن این است که من توصیه میکنم که از دل هر که دوست داره به دنیای موسیقی بیایه اول کوشش کنه آدم امو استعداد خود پیدا کنه که ما در کدام بخش دنیای موسیقی من مهارت دارم و میتونم او را موفقانه پیش ببرم. مثلا در دنیای موسیقی، در هنر موسیقی تنها آوازخوانی نیست. ما آوازخوان نیاز داریم، یک نوازنده خوب نیاز داریم. فرضاً ما از بچهای هزارگی طبله نواز درست نداریم، یک رباب نواز صحیح نداریم، یک ارکستری که واقعا خوب و حرفه‌ای متو به طریقه درستش کیبورد بنوازه ما نداریم و ماشاءالله در دنبوره زیاد کسا را داریم، خدا را شکر. بله. و هم به همین خاطر گفتم عزیزایی که میخواین رو بیارن به هنر، یعنی سعی نکنن که فقط رو با آوازخوانی بیارن. اگر تست کنن پیش یک استاد یا خودشان شاید هم متوجه از این موضوع شون که واقعا میتونن بخوانن و صدای برای آوازخوانی دارن، اگر هم ندارن اونا نباید مایوس شون بگن من نمیتونم بخوانم، نمیتونم هنرمند شوم. اونا میتونن که برن یک نوازنده خوب شون، یک ربابی خوب شون، یک طبله نواز خوب شون، یک کیبورد نواز خوب شون و یک ارنجر خوب شون که موسیقی جور کنه، ارنج کنه و هم تولید کنه به کسای دیگه. دقیقاً. و گفته های از شما آقای سعادت؟ قربان شما بخیر باشین. دیگه تشکر گفتنی خاص ندارم. انشالله آهنگای جدید داریم برای دوستا به زودی تقدیم خواهیم کرد. انشالله در برنامه بعدی باز در خدمت شما خواهیم. انشالله. بله، قسم که سعادت جان گفتن دوستای عزیز منتظر یک آهنگ دوگانه از ما و علی جان باشید. یک کار بسیار قشنگ که شما دوست داشته باشین براتون حتما من حیث تحفه تقدیم خواهد کردیم. دیگه انشالله منتظر باشید و ما رو حمایت کنید. بسیار تشکر آقای وکیلی و آقای سعادت از اینکه دعوت از ما پذیرفتین، از اینکه آمدین در بندار و باعث خوشحالی از ما شده. دیگه برنامه رو ختم کنیم با یک پارچه آهنگ زیبا. دلبر به من گفت که چرا غمگینی، در قید کدام دلبرکی شیرینی، برجستم و آینه به دستش دادم، گفتم که در آینه کی را میبینی، گفتم که در آینه کی را میبینی، جلجلک موی داری نازنین گلواری، سطح نام چوم نام مقبول داری، سطح نام چوم نام مقبول داری. چشمت به من و دلت به جای دیگری، من یار تو باشم و تو یاری دیگری، در مذهبی عاشقان روا کی باشد، من دست تو بوسم و تو پای دیگری، من دست تو بوسم و تو پای دیگری، جلجلک موی داری نازنین گلواری، سطح نام چوم نام مقبول داری، سطح نام چوم نام مقبول داری. لبی با ما آمدی کردی اشاره، جگر بندی مرا کردی تو پاره،
سری زینه دستاره که دخینه ششته ده سری زینه دستاره که دخینه آینه سر زانو دختر قاش بچینه دختر قاش بچینه آینه سر زانو دختر قاش بچینه دختر قاش بچینه لبت کوثر رو خد چون گل قدت بود دلم گو برده ای با چشم مخمور دنیا کوتاه بی وفای ریده بگو تا کی از من میگردی دور دور ای ظالم ششته ده سری زینه دستاره که دخینه ششته ده سری زینه دستاره که دخینه آینه سر زانو دختر قاش بچینه دختر قاش بچینه آینه سر زانو دختر قاش بچینه دختر قاش بچینه آینه سر زانو دختر قاش بچینه دختر قاش بچینه دوستای عزیز این سوشال مدیا پلتفرم ما هسته برای از ما مسیج بگذارین که مهمان بعدی از ما کی باشه و چه قسم سوالات ازشان دارین.